نمایندگان کندگروپ در تاجیکستان میگویند بازداشت بابک زنجانی میلیاردر ایرانی به فعالیت این گروه در کشور اثری منفی نخواهد گذاشت. با گفته نمایندگان کندگروپ، بابک زنجانی اگرچه در تأسیس شرکت سهم داشته است اما حالا به این گروه مالی هیچ ارتباطی ندارد. در سرگاه تأسیس همین اش اکسپرس و دیگرها زنجانی بود. این کار نمیکنه. این کار کردن خودش اصلا منطق هم نداره. یکی بعد زمینه اقتصادی بازاری سهامدارای این شرکت ها شخص دیگر یکی ما این کار نمیکنیم که زنجانی رابطه داشت. زنجانی رابطه داشت، در سرگاه تأسیسش زنجانی بود. بابک زنجانی را همین هفته در ایران با اتهام تقلب مالی و ساختکاری سندها بازداشت کردند و از طریق گروه کندگروپ برای ساختمان خانه و ترمینال مسافرکشانی شهر دوشنبه و چند انشاءات دیگر میلیون ها دلار سرمایه گذاشته است. از اعتبار ساخت کردن تعدادی از شهادتنامه‌های رانندگی، راننده‌ها را در تاجیکستان غافلگیر و عصبانی کرده است. مقامات رسمی میگویند آنهایی که شهادتنامه رانندگی را 10 سال پیش گرفتند باید حتما آن را عوض کنند، زیرا از اول امسال این شهادتنامه‌ها اعتبار ندارند. بر اساس معیارهای نوی دادن شهادتنامه و رانندگی در تاجیکستان که ماه مارس حکم اجرا گرفت، باید عکس صاحب شهادتنامه رانندگی هر 10 سال عوض کرده شود. رانندگان از آن به خشم آمدند که مقامات از این تغییرات مردم را نکردند و حالا ناظران ملیسا آنها را با بهانه عوض نکردن شهادتنامه جریمه میکنند. زلیخا محمدشایبه، یکی از هنرپیشه‌های جوان تاجیک، تنقید و نکوهش‌های کاربران اینترنت نسبت به خود را بی‌عدالتی خواند. از این پیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی زلیخا را سرزنش کردند که برخلاف قانون تنظیم زادروزی باشکوه برگزار کرده است. زلیخا به رادیو آزادی گفت محفلی که نوارش در اینترنت نشر شد نه زادروز بلکه محفل معرفی نخستین آلبومش با نام میخندم بوده است. زلیخا محمدشایبه عمدتاً با شیوه مردمی می‌سراید و در ماه‌های اخیر در میان مردم شهرت زیادی پیدا کرده است. که تو دلدار منی، وای طلبکار منی، عاشقی زار منی، گلی گلزار منی، آه سزاوار منی، ای بدخلا. در آستانه سال نو میلادی در شهر دوشنبه سلسله کنسرت‌های رپ سرایان برگزار شد که در میان جوانان هرچی بیشتر محبوبیت پیدا می‌کند. در این میان شهباز شریپوف معروف با تخلص شان MC معروفیت زیادتر کسب می‌کند چون دایر بر دردهای جوانان از جمله مهاجرت و نشمندی و بی‌وفایی و ناامیدی می‌سراید. رقابت هم در میان خود رپ سرایان تاجیک زیاد شده است و تا حدی که سعی میکنند کنسرت‌های یکدیگر را به هم بزنند و این کار را در کنسرت اخیری شهباز شریپوف هم کردند. اخبار و گزارش و ویدیوهای بیشتر در تارنمای رادیو آزادی در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و ادنکلاسنیکی و هم اپ یا زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.